لحظه لحظه رمضان شبش و روزش ارزشمنده. اگر ما خدای نکرده غفلت حاصل کردیم و غافل شدیم، ماه چنان از سر ما میگذرد که هیچ معلوم نمیشیم. و اگر ما بیدار باشیم و برنامه ریزی بکنیم برای خودمون و عبادت کنیم توی این ماه، هم ما میگذرد ولی ما بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم و انشاءالله بهره بزرگی میگیریم. کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن، این سه چیز را در رمضان تمرین کنید. ماه رمضان را گرامی بدارید. همه عزیزان در این ماه گناه را ترک کنند. اگر یکی از برنامه های ما اینه که تمام گناه ها متوقف بشه، حفاظت چشم و حفاظت گوش و حفاظت زبان از گناه، چون روزداری و لحاظا همیشه این باید حفاظت انجام بگیرن. ولی در ماه مبارک رمضان تاکید مضاعفه و توصیه مضاعفه برای اینکه اجر رمضان باطل نباشه. ببینید که چشمهایتون حفاظت کنید، که جاهایی که نباید چشم بیندازید و نگاه کنید، این مواظبتون باشه. و گوش هم حفاظت بشه از شنیدن دروغ، غیبت و صداهای ناجایز، و زبان هم حفاظت بشه. اینها را کنترل کنید. اعضای بدن از گناه تا به روزه شما لطمه وارد نشه. چرا که گفته شده که هر کس که خوردن و نوشیدن را ترک کنه ولی گناه را ترک نکنه، لحاظا نیاز به روزه او نیست. روزه او بی اثره، بی تاثیر میشه روزه که گناه ها تعطیل نشن. و لحاظا این ماه توبه زیاد بکن، استغفار زیاد بشه، از گناه های گذشته از الله تعالی معافی بخواهیم و معذرت خواهی کنیم و خود را به دروازه های بهشت برسونید و خود را انشاءالله خدا شما را داخل بهشت میبره.